سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب باشه، صحتمند سرحال باشه. دوستا این صوفیا غاره که میبینه در قسمتی است که خیلی از قدیم هاست. اینجا میگن بعض گنجا بوده و فعلا هم هست. در این توپی امی قسمت خانه ساخته هستن و واقعا دل میخواد داخلش بری. خیلی یک غار جالبه و عجیب است. او چند طرف رفته مثل خانه واره است. این داخلش اینجام اینه میگه خشت کاری است، چیزی است. او طرف رفته اینجا دیگه شاید چیزای باشه مثل بیا ولش کن. بیا ولش کن. اصلا میری تو بیا تا. چرا؟ تو بیا خوا. چیه؟ تو بیا. خب فلم بگی. تو بیا. خب فلم بگی. تو بیا تا. ولش چیز جالبه از بیا تا. بیا. کن. نه درش نه هستم بیا. نه تو فلم خود تو بیا تا یک چیز دیگر رسید. تو بیا تا. خب گمش فلم. پشتر نگرد. تو بیا تا. نه فلم بگی. خود تو بیا. فلم بگی بیا. تو بیا تا من سر رفته بیخی. دایی. تو بیا تا. بیا. کجا هسته؟ تو بیا تا. تو بیا خوا. خب بیا ولش کن. بیا تا یک چیز دیگر رسید که. خب چیه؟ تو بیا. فلمش بگی. بیا. این نفر رو میبره خیلی دل کرد، خیلی دل کلانه کرد، رفت داخل. سلام علیکم. چی دیدی؟ بسیار غار کلان است. تو که پیش بری اون سو میره. بسیار یک جای کلان است. به نظر تیجه کسی کار کرده دنبال چیزی بوده؟ اینجا قدیما میگن بسیار یک گنج بزرگ بوده. اینجا بسیار یک گنج بزرگ بوده، به همون خاطر ایجاد کردن که گنج از زیره بکشن. ایرم میبینه اینجا تازه کار شده، یعنی خاک که اینجا ریخته هستن تازه کار شده. اینجا یا از طرف شو کار میشه. اینجا صوفای زیاد یا سموچای زیاد بود. خب یعنی قسمت ها منه پت شده، یعنی قسمت ها اینجاست و دقیقا یعنی قسمت ها بوده افتاده. یعنی غلطی ده یا غلطی ده. اینجا در سابقا، البته خیلی سابقا قدیما میگفته هستن اینجا نفوذ بوده، مردم بوده، یک قلاچگک بوده دیگه، یه زندگی میکرده، آدم زندگی میکرده. داخل از یا که بری اینه یک سراخ از اینجا برآمده، از این قسمت. شاید همین سراخ همونجا وصل شده باشه. اینجا خیلی در زمان سابق مردم جستجو کرده دنبال همون عتیقه های قدیمی گشت هستن که پیدا کنن، ازش استفاده کنن. ولی میگن چیزهایی هست طلسم شده هستن، یعنی نمیتونه هر کی او را به دست بیاره بگیره. اگر ببینیشم میگروزه از پیش. اون رقم است. دوستا بعد تشریحات براتون دادم درباره این
می قسمت اینجا دقیقا اسمش که از توپ چولوی است. توپ چولو است و در وسط دو تا کوس یک قول است. من نمیفهم اینجا چه وقت چه رقم مردم بوده که زندگی میکردن. خب میگن خیلی از قدیما زندگی میکردن دیگه. دم قدیما هم گفتم براتون که اینجا مردم جستجو کرده بعض گنجا را یافتستن، مثلا مثل مشهدی میگفتستن یگان سکه کوزه چیزی، ولی میگن یک دختر است و مجسمه دختر است و یک چند چیز دیگه است که میگه مثل طلسم شدگی واری هستن. اگر کسی ببینهشان هم ازش گم میشه، یعنی نمیتونی بگیریشه. باید اونمو قدر یک طلسم داشته باشی یا جادوی قوی داشته باشی که او رو پیدا کنی. شاید هم مردم کار کردستن با بیل، کلنگ و همچنان با امکانات دم دستی. اگر امکانات قوی مثل آلای پیشرفته با تکنولوژی زحمت بکشه، اگر کسی شاید میلیون ها پول دلار دیگه، میلیون ها پول اینجا زیر زمین باشه. خب اتو گنج چی نیست که بگویی مثل معدن باشه، طلا باشه یا یک نقطه باشه، ولی یک چیزای عتیقه مثل یک چیز خاص قدیمی و واقعا شاید به ارزش باشه دیگه. خب خوش باشه، آرام باشه. ویدیو را که دیده ما دل نکردم در داخل سراخ یا غار برم، خوارزاده میشد رفت و آفرینش مرا هرچی دعوت هم کرد در ویدیو که هست من نرفتم. واقعا دل میخواه دیگه یک بار بری همونجا غایب شوی ببرن تا همون جندا بگویم هرچی بگویم، شاید جند خانه باشه، حتما هم از چون قدیم است، از قدیم بوده و یک مکان کونه 100% جند جینات چیز هم میداشته باشه. خب ویدیو رو لایک کنه، کامنت کنه. من خیلی هم در این وقتا نمیتونم ویدیو بگذارم و فعالیتم خیلی ضعیف دارم، ضعیف کار میکنم. خب بعضی مشکلات هست، اگر خداوند بخواه یک مقدار امکانات خوب بخرم داشته باشم، انشاءالله ویدیوی بهتر و زیباتر براتون میسازم. بدرود.